چجوری شروع شد؟ گفت چند تا کودک بودن می‌خواستن معلم می‌خواستن یک کاری کنن بره خونه‌ش، بپیچونن به قول معروف گفتنی و برن خونه‌شون. خب یکیشون گفت که من میگم استاد رنگ و رود زرد شده، شما 30 نفرم میایید به ترتیب بگید استاد خدا بد نده و بریم بشینیم. اون در ذهنش جایگیر خواهد شد. خب اون روز رسید و اون زیرکه اومد و گفت استاد خدا بد نده، رنگ و رود زرد شده و بقیه هم یک به یک اومدن گفتن استاد خیر باشه، خدا بد نده. این آرام آرام تو ذهنش جایگیر شد. یهویی حالش بد شد، وسایلش رو برداشت و رفت خونه. تو راه داشت با زنش کلنجار میرفت، ناسزا بهش میگفت که این صوبی فهمید که حال من چطوره ولی به روی من نیاورد و وارد خونه شد. به بچه هم گفت شما هم با من بیاین. آمد و در را به تندی واگشاد، کودکان اندر پی آن اوستاد. گفت زن خیر است چون زود آمدی، که مبادا ذات نیکت را بدی. گفت همیشه 1 و 2 میای، الان 11 دهانیم. خدا نکنه چیزی شده باشه. خیلی ببخشید، چون مولوی میخواد خیلی حرفه‌ای‌تر بگه که چقدر این مسئله رو جدی و باور کرده مریضشون. گفت کوری رنگ و روی من ببین، از غمم بیگانگان اندر حنین، بقیه دارن واسه من خون گریه میکنن، تو درون خانه از بغض و نفاق می نبینی حال من در احتراق. گفت زن ای خواجه عیبی نیستد، گفت به خدا چیزی نیست، وهم و ظن لاشه بی معنی است. گفت وهم داری، زن داری، لا شی داری، لا یعنی نه، شی هم یعنی چیز، هیچ چیز نیست. گفت گر تو کور و کر شدی ما را چه جور، ما در این رنجیم و در اندوه و گرگ. گفت ای خواجه آینه بیارم خدمتت تا ببینی که ندارم من گرم. گفت نه تو رهی نه آینت. گفت نه تو خودت درست میگی نه آینت درست میگی. گفت جامعه خواب مرا زو گستران، تا بخسبم که سر من شد گران. گفت رخت خواب منو بنداز، من میخوام بخوابم، سر درد دارم. زن توقف کرد، مردش بانگ زد. اون توقف کرد که این از ذهنش در بیاد بیرون، ولی اون بانگ کرد کی عدو زودتر تو را این میسزد. تو دشمن منی. آره آدم میدونم نه، یعنی زودتر زنه براش دشمن میشه، تو را این میسزد، شایسته است من با تو اینجوری رفتار کنم. خب جام خوابش گسترد آن عجوز، گفت امکان نی و باطن پر ز سوز. مولوی میگه تبا از درون شروع میشه، وقتی که ذهن تب داشته باشه جسمم تب پیدا میکنه. فال بد رنجور گرداند همی، آدمی را که نبود دستش خمی. اگه شما همین الان یه فال بد بزنین، اگر این بیفته بشکنه، یه فال بد واسش بزنین، در وجودتون این اتفاق میفته، این منفی اتفاق میفته. گفت پیغمبر درود خدا بر اون باد که هر کسی که خودشو به بیماری بزنه ان تمارستم لدینا تمرضون، هر کسی که خودشو به بیماری بزنه بیمار خواهد شد. جام خوابش کرد و استاد افتاد، آه و ناله از بین می‌بزاد. خوابیده بود و آه و ناله می‌کرد. حالا بچه‌ها هم نشسته بودن و داشتن مشقاشون رو می‌نوشتند. گفتن این چه کاری بود که کردیم؟ بد بناییم بود و ما بد مانیم، ما کار درستی نکردیم. اون زیرکه گفت چی؟ آن زیرک گفت ای قوم پسند، ای عزیزان من، درس خوانید و کنید آوا بلند، درس بخونید و بلند درس بخونید، ابجد تکرار کنید که صداش بیاد بالا. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان، درد سر افزاید استاد ز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهردان. واسه سناشایی که بهش میدن ارزش داره که سر درد بگیره. استاد متوجه شد، گفت راست میگوید روید، درد سر افزون شدن بیرون شوید، بری خونهاتون. موفق شدن به پیچونن. حالا سجده کردند و بگفتند ای کریم دور بادا از تو رنجوری. و این سیتاشون رو تصور کن با اون کلاه مخصوصشون و اون لباساشون یکی یکی تعظیم می‌کردن و میرفتن خونه. پس برون رفتن سوی خانه ها، همچون مرغان در هوای دانه ها. مثل این مرغا هست که آزادی سکانس های فیلم هست که وقتی زنگ تفریح میخوره چه جوری همه میان توی حیاط و توی کوچه و اینا، به این شکل. مادرانشان خشمگین گشتند و گفت روز کتاب و شما با لهو جفت، روز مدرسه است و شما دارید بازی میکنید. بچه‌ها گفتن، کودکان گفتن مادر عذری از ما نیست، تقصیر ما نیست، از قضای روزگار گشت استاد ما سخیف و ناتوان. گفت از قضا اینجوره. مادران گفتن مکر است و دروغ، 100 دروغ آرید بهر طمع دوغ. 1000 تا دروغ میگید واسه یه چیز بی ارزش، ما سوا آییم پیش استاد تا ببینیم اصل این مکر شما، ما فردا میایم ببینیم چیه. کودکان گفتن بسم الله روید، بر دروغ و صدق ما واقف شوید، ما که درست داریم میگیم.
خب مادران صبح اومدن بامداد، خفته استا همچو بیمار گران خفته، سر ببسته رو ببسته در سجاف، آه آهی می کند آهسته او، جملگان گشتن هم لا حول گو، هم می گفتن لا حول ولا قوت بالله. امروز نمیره فردا حتما خواهد بود. خیر باشد اوستاد این دردسر، جان تو ما را نبود است این خبر. ما فقط دیروز متوجه شدیم، خبر نداشتیم. ببین دو بیت استاد چی میگه؟ من بودم غافل به شغل قال و قیل، بود در باطن چنین رنجی صغیر. یه بیماری از سالیان پیش در وجود من بود، چون به جد مشغول باشد آدمی، او ز دید رنج خود باشد امی. من تو این 30 سالی که زحمت کشیدم یه بیماری در وجودم بوده که خودم متوجه نشدم و الان داره بیرون میاد. حالا مولوی چی میخواد بگه؟ میگه اگر یه فکر بد بیاد در ذهن قرار بگیره و به تعداد 30 بار برای شما تکرار بشه، اون به یه واقعیت تبدیل خواهد شد، مگر اینکه یکی از اون بچه‌ها دهن لقی بکنه و این رازو برملا بکنه. اون دهن لقیه چیه؟ که تو با یه جمله مثبت تأییدی و تأکیدی بگی من هیچی نیست، در پناه یزدان خود پروردگار هیچ اتفاقی برای من نمیفته، حالم خوبه، که اون رو منقطع بکنی و قطع بکنی و تمام بکنی. فکرهای خوبم همینجوره. اگر یک فکر به اندازه 30 بار که نشانه کثرت در ذهن تکرار بشه، تبدیل به یک واقعیت خواهد شد.